محترم، رب العالمین میگفته ای روزدار، این لحظه دیدارم در برابر روزه از همه بی‌قدرترین و بی‌نصیبترین شخصیت همون انسانی است، یعنی که به سبب روزه گرفتن ای روزدار محترم این لحظه از گناه پاکیزه گشته. اون روزخورهایی که از خدا نترسیده، از این خوبی های رمضان خود را محروم ای روزدار محترم، تبریک برای تو که داخل شدن از در ریان را برای خود نصیب کرد. بعضی حیله‌گرها و نیرنگبازها میخواستند در بین روزدارها خود را پنهان و بجا کرده داخل جنت. انسان شخصیت روزدار این لحظه مثل اون روزی که از مادر تولد شده بود خود ماهی رمضان چه پرعطا میگذرد، در یک نفسی که با دعا میگذرد. خون گریه کنید بر رفتن ماه شریف، تسبیح و تراویح و دعا میگذرد. اما به سبب یک ماه روزه گرفتن ماه رمضان انسان شخصیت روزدار این لحظه مثل اون روزی که از مادر تولد شده بود خود را از گناه پاکیزه و خالی گرداند، یعنی بازگشتن از گناهگاری و بدبختی به سوی پاکیزگی و نیکبختی، بازگشتن از سوی جهنم و دوزخ به سوی جنت، بازگشتن از یعنی رنج و بدبختی و خواری دنیا و آخرت به سوی بخت و سعادت دنیا و آخرت. وقتی که انسان یک ماه روزه گرفت، پیغمبر بزرگوار فرمودند من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هر شخصیتی که ماه رمضان را از روی ایمانداری و به امید ثواب روزه گرفت، خداوند همه گناههای گذشته وی می بخشد، همه گناههای کردگی و شخصیت را خداوند می بخشد. یعنی که به سبب روزه گرفتن ای روزدار محترم این لحظه از گناه پاکیزه گشته ای. این لحظه اون گناهی که دوام 11 ماه کرده بودی خداوند به سبب یعنی یک ماه روزه گرفتن گناه های 11 ماهه تو را بخشیده است. دیگر بشارتی که برای تو هست، تبریک برای تو ای برادر بزرگوار، تبریک برای تو که پیغمبر بزرگوار فرموده اند ان فی الجنة بابا یقال له الریان یدخلون منه الصائمون. در جنت یک دروازه هست که نام او در ریان هست. از اون در ریان انسانهای روزدار ماه رمضان داخل جنت می شوند. ای روزدار محترم، تبریک برای تو که داخل شدن از در ریان را برای خود نصیب گرداندی. به سبب استفاده بردن، به سبب اطاعت کردن، به سبب روزه گرفتن این لحظه پیغمبر بزرگوار برای تو بشارت داده ایستاده است که در روز قیامت از جانب خداوند به سوی تو فریاد می شده است این الصائمون، در کجا هستی ای روزدار، در کجا هستی تا اینکه از این در ریان داخل جنت شوی. ای شخصیت روزدار، اون لحظه دست می برداری، می گوی ای رب العالمین در اینجا هستم، در این رنج و مشقتی قیامت مبتلا هستم، در این گرمی ها و سختی های قیامت مبتلا هستم. رب العالمین به سوی تو خطاب می کرده است فیدخلون منه، از این در ریان امروز داخل جنت شو. امروز برای تو عذاب نیست، امروز برای تو پرسیش نیست، امروز برای تو عتاب نیست. امروز به سبب روزه گرفتن از این در ریان داخل جنت می شوی. شخصیت روزدار چقدر خرسند و خوشحال به سوی در ریان می آمده است. بعضی حیله‌گرها و نیرنگبازها می خواستند در بین روزدارها خود را پنهان و بجا کرده داخل جنت شوند، اما خداوند به چنان ملائکه های تیزبین دارد که اونها را از بین روزدارها جدا می کنند.
اون روزه خورهایی که امروز روزه نگرفتند اما نماز عید آمده هستند، اون روزه خورهایی که از خدا نترسیده از این خوبی های رمضان خود را محروم و بی نصیب گرداندند، امروز نماز آمدند، این نماز برای ویها فایده نداره. این نماز و خرسندی، این تبریک برای انسان روزدار است. امروز روزدار خرسندی و شادی دارد چون که خداوند گناههای وی بخشیده است. امروز روزدار خرسندی و شادی دارد چون که پیغمبر بزرگوار بشارت برای داخل شدن جنت برای وی داده است. ای روزدار محترم، تبریک برای تو، خوشا به حال تو. وقتی که روزدارها از در ریان داخل جنت می شوند، رب العالمین امر می کرده ای فیغلق منه، این در ریان را محکم کنید. این در جنت که نامش یعنی در مخصوص روزدارها است، این را محکم کنید. فلا يدخلون منه احد غیرهم، غیر از روزدارها دیگر هیچ یگان شخصیت از در ریان داخل جنت شده نمیتواند. برادر بزرگوار، غیر از روزدار هیچ شخصیت نمیتواند دیگر از اون در ریان داخل. تنها از در ریان ای برادر بزرگواری که روزه گرفته، تنها شما داخل میشوید. دیگر بشارتی که برای شما هست برادران بزرگوار. پیغمبر بزرگوار گفتند این للصائم فرحتان، برای روزدار دو خرسندی و خوشحالی هست. فرحت عند الافطار و فرحت عند لقاء ربه. یکم خوشحالی روزدار در حالت افطار کردنش هست. در اصل این خوشحالی را ما احساس میکردیم وقتی نماز شام نزدیک میشد، هر شخصیتی را میدیدی به سوی ساعت نگاه میکرد، دقیقه به دقیقه را میشمارید. وقتی یک مینوت میمان به وقت افطار، یک خیرمای را بی صبرانه در دست میگرفت، جمله های زیبای با پروردگار صحبت میکرد. میگفت اللهم لک صمتو، ای پروردگار من برای تو روزه گرفته بودم، و بک آمنتو، من به تو باور دارم، و علیک توکلتو، من توکل به تو سپاریده بودم، و علی رزقی که افطرتو، به این رزقی که برام داده ای من این لحظه افطار میکنم. یکمین خوشحالی روزدار وقتی افطار کردنش هست. اما دویمین خوشحالی که روزدار از روزه گرفتگیش از خود میکند عند لقاء ربی، وقتی رب العالمین اون پرده های نور در جنت از بین خود و بنده ها برداشته میگردانه به سوی شما روزدارهای محترم. رب العالمین میگفته ای روزدار، این لحظه دیدارم در برابر روزه گرفتگیت برای تو نصیب باد. دویمین خوشحالی، دویمین خرسندی روزدار وقتی دیدار پروردگار است. برادر بزرگوار، این بشارت برای تو است ای روزدار که خداوند در برابر این گرسنگی و تشنگی که در دوام روزه در دوام رمضان کشیدی، رب العالمین میگه من دیدار من نصیبت میگردانم. چه حسن است که همه نادیده اش دیوانه گردیدن. سبحان الله، چی زیبا باشه ای الله بزرگوار که عاشقا او را نادیده در عشقش سوختن و دیوانه گردیدند. برای من و شما ای روزدارهای محترم رب العالمین وعده دیدار کرد در برابر این روزه گرفتگیت برادری عزیز بزرگوار. اما وای به حال شخصیتی که استفاده نبود. فإن الشقی من حرم رحمت الله فیه. از همه بدبخترین شخصیت، از همه محرومترین شخصیت، از همه پسترین شخصیت، از همه بیقدرترین و بینصیبترین شخصیت همون انسانی است که از لحظه های ماه رمضان استفاده نبود، روزه نگرفت، نماز تراویح نخواند، از خدا نترسیده بیعذر در بین مردم آشکار روزش خورد و امروز شرم نداشته. از بنده های خدا شرم نمی داشت، اما امروز از خدا شرم نداشته. نماز عید آمده است. نماز عید کجا میای برادری بزرگوار؟
نماز عید امروز برای کی است؟ این خرسندی و شادی برای کی است؟ امروز تبریک نصیب برای کی است؟ برای شخصیتی که از این ماه روزه گرفته بود، برای شخصیتی که از لحظه های نورانی این ماه استفاده برده بود. خوشا به حال شما برادران عزیز و بزرگوار. این لحظه عبادت و این بهترین روزها را برای همه شما تبریک و مبارکباد میگویم. از خداوند عاجزانه مسئله دارم، بار الها پروردگارا تمام لحظه های عمر ما را مثل این لحظه بر این لحظه خرسندی و شادی بگردان. پروردگارا تمام روزهای ما را مثل این روز بر این روز عید و شادی بگردان. پروردگارا امروز را برای ما روزی بخشش گناه بگردان. پروردگارا در این روز گذشته های ما و اون مادرها و پدرهایی که در خانه های خاک خوابستند اونها را رحمت و مغفرت بگردان. پروردگارا بار الها به حرمت این لحظه های اجابت دعا اسلام عزیز ما را در روی عالم غالب بگردان. پروردگارا دشمنهای اسلام را خار و زبون و نیست و نابود بگردان. پروردگارا حکم و قانون قرآن را در روی عالم حاکم بگردان. آمین یا رب العالمین.